به نام خدا. اخبار متناقضی داره میاد در مورد حجم وسیعی از ناوگان‌های دریایی و هوایی ایالات متحده به محدوده خاورمیانه و در محدوده آبهای خلیج فارس. وقتی که ما در چنین موقعیتی قرار گرفتیم، وظیفه رسانه هاست که مردم رو آگاه کنن مطابق اصل 110 و اصل 79 قانون اساسی که اگر شرایط به گونه‌ای باشه که احتمال حمله نظامی یا تهدید مسلحانه گسترده علیه کشور شکل بگیره، خب اینجا دولت وظیفه‌شه که اطلاع رسانی کنه و مردم در جریان امور قرار بگیرن. ولی انگار متاسفانه کسی نسبت به این موضوع این وظیفه و این رسالت رو به عهده نمیگیره. امیدواریم که دقت ویژه‌ای تو این زمینه انجام بشه.